الباب الأول: باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. متفق علیه. عایشه رضی الله عنها روایت کرده است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرموده است: پس از فتح مکه دیگر هجرتی از مکه وجود ندارد، ولی جهاد و نیت باقی است و هرگاه به جهاد فراخوانده شدید به جهاد بروید.